شام 9 ایول بر اثر فرآمدن سیل از کوهپاره‌های دهه دویخای سمت افغانستان در روبروی دهه شیرگاود جماعت نولوند ناحیه درواز تاجیکستان دوباره مجرای دریای پنج بسته شد. در حال حاضر بر اثر حادثه در این محل حفظ بزرگ به میان آمده است. طبق گزارش‌های رسیده 3 خانه ساکنان شیرگاود زیر آب مانده و عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهند که دهه دویخای درواز افغانستان کاملا تخریب شده است. یک مقام محلی در حکومت ناحیه درواز روز 10 ایول بر رادیوی آزادی گفت تقریبا 600 متر از شاهراه بین المللی دوشنبه کلاب قلعه خنب که روز شنبه بر اثر بسته شدن مجرای دریای پنج در دهه خواستو مسدود شده بود در این دهه نیز زیر آب مانده است. با گفته مقامات محلی و ساکنان در دهه شیرگاود همکنون یک حفظ بزرگ به میان آمده است که به دهه‌های پایان آب تهدید می‌کند. خیری حسنова یک مسئول مرکزی اطلاعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول بر رادیوی آزادی گفت که در پی فرآمدن سیلاب‌ها در ناحیه درواز و بسته شدن مجرای رودخانه پنج تلفات جانی به قید گرفته نشده است. حسنова گفت فعلا معاون رئیس کمیته سرهنگ سلیمزاده در جای حادثه قرار دارد و با مساعدت نجات دهندگان بدخشان و منطقه کلاب مشغول به جایهای بی‌خوف انتقال دادن ساکنان روستاهای اطراف محل آفت زده اند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در درواز در حال حاضر همه ساکنان پایانتر از شیرگاود را نیز هشدار دادند که به جایهای بی‌خوف کوچند. روز شنبه 8 ایول بر اثر آمدن سیل از دهه راونک شیکه افغانستان در روبروی روستای خواستو جماعت نولوند 55 کیلومتری مرکزی ناحیه درواز تاجیکستان 20 منزلی ساکنان زیر آب مانده حرکت در مسیر دوشنبه خاروغ مسدود شد. حالا یک کمیسیون ویژه خسارات وارده از این سیل را حساب و کتاب دارد.